بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وسيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خوش آمد عرض میکنم به همه شما میهمانان عزیز، جوانان عزیز، حاملان بشارت‌های بزرگ برای آینده امت اسلامی. هر کدام از شما حامل یک بشارت بزرگ هستید. وقتی جوان در یک کشوری بیدار شد، امید به بیداری‌های عمومی در اون کشور افزایش پیدا میکنه. امروز جوانهای ما در سرتاسر جهان اسلام بیدار شدند. این همه دام مقابل پای جوانها قرار داده شده، اما جوان مسلمان و غیور و بلند همت از این گرفتاری ها خودش رو نجات داده. شما میبینید چه اتفاق افتاد در تونس، در مصر، در لیبی، در یمن، در بحرین، در بقیه کشورهای اسلامی چه حرکتی به وجود آمده. اینها همه بشارت است. اونچه که من به شما جوانان عزیز، فرزندان خودم عرض می کنم این است که بدانید امروز تاریخ جهان، تاریخ بشریت بر سر یک پیچ بزرگ تاریخی است. دوران جدیدی در همه عالم دارد آغاز می شود. این دوران نشانه بزرگش و واضحش عبارت است از توجه به خدای متعال و استمداد از قدرت لایزال الهی و تکیه به وحی. بشریت عبور کرده است از مکاتب و ایدئولوژی های مادی. امروز نه مارکسیسم جاذبه دارد، نه لیبرال دموکراسی غرب جاذبه دارد. میبینید در مهد لیبرال دموکراسی غرب چه خبر است. در آمریکا، در اروپا اعتراف میکنند به شکست. نه ناسیونالیست های سکولار امروز جاذبه ای دارد. امروز در میان امت اسلامی بیشترین جاذبه متعلق است به اسلام، به قرآن، به مکتب وحی که خدای متعال وعده داده است که میتواند بشر را سعادتمند کند
مکتب الهی و وحی الهی و اسلام عزیز. این یک پدیده بسیار مبارک و پدیده بسیار مهم و پرمعنایی است. امروز در کشورهای اسلامی علیه دیکتاتوری ها قیام شده است، دیکتاتوری های وابسته. این مقدمه است برای قیام علیه دیکتاتوری جهانی، دیکتاتوری بین المللی که عبارت است از دیکتاتوری شبکه فاسد و خبیث صهیونیستی و قدرت‌های استکباری. استبداد بین المللی و دیکتاتوری بین المللی امروز متجسم است در دیکتاتوری آمریکا و پیروان آمریکا و شبکه شیطانی و خطرناک صهیونیستی. امروز اینها در همه دنیا دارند دیکتاتوری می‌کنند با روش‌های مختلف، با ابزارهای گوناگون. اونچه شما در مصر انجام دادید، در تونس انجام دادید، در لیبی انجام دادید، در یمن دارید انجام میدید، در بحرین دارید انجام میدید، در کشورهای دیگر انگیزه اون به شدت به وجود آمده است. این جزئی از مبارزه با این دیکتاتوری خطرناک و مضری است که 2 قرن است دارد بشریت را فشار می‌دهد. این پیچ تاریخی که گفتم عبارت است از تحول از سیطره چنین دیکتاتوری به آزادی ملت‌ها، به حاکمیت ارزش‌های معنوی و الهی. این پیش خواهد آمد، استبعاد نکنید. این وعده الهی است که ولینصرن الله من ینصره. تأکید می‌کند خدای متعال که اگر او را نصرت کردید شما را نصرت خواهد کرد. ممکنه در نگاه عادی مبتنی بر محاسبات مادی بعید به نظر بیاد، اما خیلی از چیزها بعید به نظر می آمد و اتفاق افتاد. شما در 1 سال و 2-3 ماه قبل از این آیا فکر می کردید که طاغوت مصر اینجور ذلیل بشود و از بین برود؟ اگر اون روز به کسانی گفته میشد که رژیم وابسته فاسد مبارک ساقط خواهد شد، بسیاری استبعاد میکردند، اما اتفاق افتاد. اگر کسی 2 سال قبل از این ادعا میکرد که در شمال آفریقا این حوادث عجیب به وقوع خواهد پیوست، اکثر باور نمی‌کردند. اگر کسی میگفت که در کشوری مثل لبنان یک گروه جوان مؤمن خواهند توانست رژیم صهیونیستی را و ارتش مجهز صهیونیستی رو شکست بدن، کسی باور نمی‌کرد. اما اینها اتفاق افتاد. اگر کسی میگفت که نظام جمهوری اسلامی با این همه دشمنی که علیه او از شرق و غرب اعمال میشد خواهد توانست
32 سال مقاومت کند و روز به روز قوی‌تر بشود، روز به روز جلوتر برود. کسی باور نمی کرد، اما اتفاق افتاد. وعدکم الله مغانم کثیرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقیما. این پیروزی ها آیت الهی است، اینها نشانه هایی است که خدای متعال داره به ما نشان میدهد از قدرت فائقه حق. اون وقتی که مردم به میدان بیایند، اون وقتی که ما موجودی خودمون را وارد میدان کنیم، نصرت الهی قطعی است. راه را خدای متعال به ما نشان میده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدا هم هدایت میکند، هم کمک میکند، هم به اهداف عالی میرساند. شرطش این است که ما در میدان باشیم. اون چه تا امروز پیش آمده است بسیار بزرگ است. 200 سال غربی ها با کمک پیشرفت‌های علمی خودشون بر امت اسلامی حکمرانی کردند. کشورهای اسلامی را تصرف کردند، بعضی را مستقیما، بعضی را غیر مستقیم به کمک دیکتاتورهای محلی، انگلیس، فرانسه و در منتهای کار آمریکا که شیطان بزرگ است، بر امت اسلامی تسلط پیدا کردند. هر چه توانستند امت اسلامی را تحقیر کردند. غده سرطانی صهیونیسم را در قلب خاورمیانه، این منطقه حساس، کاشتند و او را از همه جهت تقویت کردند و مطمئن بودند که مقاصدشون و سیاستهاشون در این منطقه بسیار مهم عالم تأمین شده است. اما همت ایمانی، همت اسلامی، حضور مردمی، همه این خوابهای باطل را از بین برد، همه این اهداف را متوقف کرد. امروز استکبار جهانی در مقابل بیداری اسلامی احساس ناتوانی میکنه. شما غالبید، شما پیروزید، آینده مال شماست. کاری که انجام گرفته از کار بسیار بزرگی است، اما این پایان کار نیست. مهم این است، این شروع است، این آغاز است. باید مجاهدت را ملت‌های مسلمان ادامه بدهند تا بتوانند دشمن را از میدانهای گوناگون ازاله کنند. مبارزه همت‌ها و عزم‌ها و اراده هاست. هر طرف اراده قوی تری داشته باشد او غالب است. اون کسی که دلش متکی به خدای متعال است او غالب است. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. اگر نصرت خدایی را به دست بیاورید هیچ کس بر شما غلبه نخواهد کرد، شما پیش خواهید رفت.
ما می‌خواهیم ملت‌های مسلمان که تشکیل دهنده امت بزرگ اسلامی‌اند آزاد باشند، مستقل باشند، عزیز باشند، تحقیر نشوند، با احکام مترقی و متعالی اسلام زندگی خودشون رو سامان بدن و اسلام میتوانه ما رو از لحاظ علمی در طول سالیان دراز عقب نگه داشتن، فرهنگ ما رو پامال کردند، استقلال ما رو از بین بردند. امروز ما بیدار شدیم، ما میدانهای علم را هم یکی پس از دیگری تصرف خواهیم کرد. وقتی جمهوری اسلامی تشکیل شد در 30 سال قبل دشمنان میگفتند انقلاب اسلامی به پیروزی رسید اما قادر نیست میدانهای زندگی را یکی پس از دیگری مدیریت کند و عقب خواهد نشست. امروز جوانان ما به برکت اسلام توانستند کارهای بزرگ را در عرصه علم انجام بدن که هرگز به فکر خود آنها هم در گذشته نمی رسید. امروز جوان ایرانی کارهای بزرگ علمی را به برکت توکل به خدای متعال انجام میده. اورانیوم را غنیسازی میکنه، سلولهای بنیادی را تولید میکنه و پرورش میده، در زیست فناوری قدمهای بلند برمیداره، به فضا دست میاندازه، کارهای بزرگی انجام میده، همه به برکت توکل به خدای متعال و با شعار الله اکبر. توانایی های خودمون رو دست کم نگیریم. از بزرگترین آفت‌هایی که فرهنگ غربی بر کشورهای اسلامی وارد کرد، 2 تصور غلط و انحرافی بود. یکی تلقین و تزریق ناتوانی ملت‌های مسلمان. باوروندند که شما ازتون کاری بر نمیاد، نه در میدان سیاست، نه در میدان اقتصاد، نه در میدان علم. شما ضعیف هستید. اینو باوروندند. 10 سال طولانی ما در این باور غلط ما کشورهای اسلامی باقی موندیم و عقب موندیم. تلقین دوم و باور دومی که به ما تزریق کردن بی‌نهایت بودن و غیر قابل شکست بودن قدرت دشمنان ماست. اینجور تفهیم کردن که آمریکا رو که نمیشه شکست داد، غرب رو که نمیشه به عقب نشینی وادار کرد، مجبوریم در مقابل اینها تحمل بکنیم. امروز برای ملت‌های مسلمان عینی شده است که این هر دو باور غلطند در غلط است. ملت‌های مسلمان می‌توانند، قادرند، می‌توانند پیش برند، می‌توانند مجد و عظمت اسلامی را که یک روز در اوج افتخار و در قله درخشندگی علمی و سیاسی و اجتماعی قرار داشتن، می‌توانند این رو تجدید کنند و دشمن مجبور در میدانهای متعددی عقب نشینی کنه. این قرن قرن اسلام است، این قرن قرن معنویت است. اسلام عقلانیت را و معنویت را و عدالت را با یکدیگر به ملت‌ها هدیه می‌دهد. اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر و اسلام معنویت، اسلام توجه به خدای متعال و توکل به خدا، اسلام جهاد، اسلام کار، اسلام اقدام،
اینا تعالیم خدای متعال و تعالیم اسلامی است به ما. اون چه امروز مهم است این است که دشمن با ضربه‌ای که در مصر و تونس و لیبی و بقیه کشورهای منطقه بر او وارد آمده است کم و بیش، در مقابل این ضربه دشمن مشغول طراحی و توطئه چینی است. باید متوجه توطئه های دشمن بود، باید مراقب بود انقلاب های مردم را از آنها نربایند، راه ها را منحرف نکنند. از تجربه های دیگران استفاده کنید. کارهای زیادی دشمن می کند برای اینکه انقلاب ها را منحرف کنه، برای اینکه حرکت ها را خنثی کنه، برای اینکه مجاهدت ها و خونهای ریخته شده رو ناکام کنه. باید مراقب بود، باید هوشیار بود. شما جوانها موتور این حرکت ها هستید، هوشیار باشید، متوجه باشید. تجربیات زیادی ما در این 30 سال داریم. ما 32 ساله با دشمنی ها معارضه کردیم، ایستادگی کردیم و بر دشمنی ها فائق آمدیم. هیچ توطئه‌ای نبوده است که غرب و آمریکا بتوانند علیه جمهوری اسلامی انجام بدند و انجام نداده باشند. هر کاری نکردند چون نمیتوانستند. هر کاری توانستند کردند و در همه مراحل تو دهنشون خورده است و شکست خوردن. بعد از این هم همینجور خواهد بود. بعد از این هم در همه توطئه ها علیه جمهوری اسلامی شکست خواهند خورد. این وعده الهی است به ما و ما شک نداریم. ما در وعده الهی، در صدق وعده الهی تردید نمی کنیم. ما به خدای متعال سوء ظن نداریم. خدای متعال ملامت می کند کسانی را که به او سوء ظن دارند و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم ولعنهم و اعد لهم جهنم و ساءت مصیرا. خدای متعال وعدهش وعده صادقه. ما چون وارد میدانیم، ما داخل عرصه مبارزه هستیم. ملت ایران همه امکانات خود رو وارد عرصه کرده است. بنابراین نصرت الهی قطعی است. در همه کشورهای دیگر هم همین جور است. منتها باید هوشیار باشیم. هممون باید هوشیار باشیم. هممون بایستی متوجه مکائد دشمنان باشیم. دشمن سعی می کند حرکتها را خنثی کند، اختلاف ایجاد کند. امروز نهضت اسلامی در دنیای اسلام شیعه و سنی نمیشناسه، شافعی و حنفی و جعفری و مالکی و حنبلی نمیشناسه، زیدی نمیشناسه. همه هستن. عرب و فارس و بقیه قومیت ها رو نمیشناسه. همه هستن. در این میدان عظیم سعی کنیم دشمن بین ما تفرقه نیندازد. همه با هم احساس برادری کنیم. هدف را مشخص کنیم. هدف اسلام است. هدف حکومت قرآنی و اسلامی است. البته مشترکاتی وجود دارد، تمایزهایی هم بین کشورهای اسلامی وجود دارد. هیچ الگوی واحدی وجود ندارد برای همه کشورهای اسلامی. شرایط جغرافیایی، شرایط تاریخی، شرایط اجتماعی در کشورهای مختلف است، اما اصول مشترکی وجود دارد. همه با استکبار دشمنیم. همه با تسلط و سیطره خباثت آمیز غرب مخالفیم.
همه با وجود غده سرطانی اسرائیل مخالفیم. هر جایی که احساس بشود کاری دارد انجام میگیرد که به نفع اسرائیل است، به نفع آمریکاست، اونجا باید هوشیار باشیم. بدانیم این حرکت بیگانه است، حرکت غریبه است، حرکت خودی نیست. اونجایی که یک حرکت اسلامی و ضد صهیونیستی و ضد استکباری و ضد استبدادی و ضد فساد است، اونجا حرکت درستی است. اونجا همه با هم خودی هستیم، دیگه شیعه هستیم، سنی هستیم، از این کشوریم، از اون کشوریم، تفاوت نمیکنه. باید همه یک جور فکر کنیم. ببینید امروز این یک مثال پیش پا افتاده و جلوی چشم است. امروز تمام دستگاه‌های رسانه‌ای دنیا سعیشون بر این است که مردم بحرین را و حرکت بحرین را در انزوا قرار بدن. داعی بر این کار چیست؟ چون مسئله شیعه و سنی است، میخواهند اختلاف ایجاد کنند، میخواهند تمایز و خطکشی به وجود بیاورند. هیچ فرقی نیست بین اون مسلمانانی و مؤمنینی که به این مذهب یا اون مذهب اسلامی گرایش دارند، تفاوتی وجود ندارد. وجه مشترک همه اسلام است، وجه مشترک همه امت اسلامی است، وحدت امت اسلامی است. رمز پیروزی توکل به خدا، حسن ظن به خدا، اعتماد به خدای متعال و حفظ وحدت و پیوستگی است. این رمز پیروزی است و تداوم حرکت. مواظب باشید عزیزان من، فرزندان من، دشمن حرکت شما رو متوقف نکند. خدای متعال به پیغمبرش در 2 جای قرآن می‌فرماید فاستقم کما امرت واستقم کما امرت. یک جا فاستقم، یک جا واستقم کما امرت. استقامت کن. استقامت یعنی ایستادگی کردن، ادامه دادن، راه رو دنبال کردن، متوقف نشدن. این رمز کاره، باید پیش بریم. این حرکت موفقی است چون آفاق روشنی دارد. افق روشنه، آینده بسیار روشنی است. اون روزی خواهد رسید که امت اسلامی به حول و قوه الهی در اوج اقتدار و استقلال قرار بگیرد. ملت‌های مسلمان با حفظ خصوصیات خود، تمایزهای خود، در زیر چتر واحد دعوت الی الله و الی الاسلام قرار بگیرند، همه با هم باشند. اون وقت است که امت اسلامی عزت خود رو پیدا خواهد کرد. ما منابع زیرزمینی داریم در کشورهای خودمون، مناطق
راهبردی و استراتژیک داریم، امکانات طبیعی فراوان داریم، انسانهای برجسته داریم، نیروهای انسانی پیشرفته و با استعداد داریم. بایستی همت کنیم. خدای متعالم به این همت انشاءالله برکت خواهد داد. من به شما جوانها بگم آینده مال شماست. اون روز رو شما جوانها به حول و قوه الهی و به اذن الله خواهید دید و انشاءالله افتخارات خودتون رو به نسل‌های بعد از خودتون تحویل خواهید داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.